پسر گولم، ای کاش تو دختر گولم بودی. پسر چی به درد میخوره؟ هرگز پسر هیچ به درد نمیخوره. چرا آخه بابا جان؟ من 2 روز دیگه میافتم میمیرم، تو که گریه نمیکنی برام پسرم. دختر گریه کنه باباش هست که منم متاسفانه فاقد هر گونه دختری میباشم. یه بول نگو پدر من مردی، من حتما گریه میکنم. بابا حالا که کار از محکم کاره هرگز عیب نمیکنه. من رفتم با عمه دختر همسایه قرار مدارای لازمه رو گذاشتم که برم عمه رو بگیرم که این مشکل رو از بیخ حل بکنم. پسر گلم، چرا با من قبلش مشورت نمی کنی؟ اصلا اون 60 سالشه، بچه دار نمیشه که. نه خوب، ولی از قبل یه دونه دختر داره. من خودم تحقیقات لازمه رو انجام دادم. بابا تو بمیر، با خدا اگه یه قطره اشک ریخت و گربه رو با توفنگ بادی میزنه هل میخنده. آره پسرم، میبینه چه دقیقم میزنه. ماشاءالله هزار ماشاءالله. دختر گلم 1000 تا استعداد داره. این تازه یکیشی که تو دیدی. بابا میگم اون گریه کنه تو نمیشه اونو ول بکن. من میخوام این دختر همسایه رو بگیرم و تو عمه اونو میگیری میشه شوهر عمه من، اتصال میکنیم ما. ویلم کن اصلا. من گریه کن میخوام چیکار؟ توی گوساله هستی دیگه. من مردم بشین گریه کن. چی کم میشه ازت؟ ها؟ ولی الان خود گفت برو خفه شو دیگه از جلوی چشم. حرف میزنه. حرمت ها بارها من اشاره کردم کامل از بین رفته. متاسفانه.